که میاد میگید من سلیقه 90% پسرای ایرانم، شما میتونید برید مخ همون 90% رو بزنید، با همونا بمونید. اون 90% سلیقه من نیستن. بی‌شرف، تو نهایت بتونی سلیقه 1% از قشر محروم بنگلادش باشی. قیافت شبیه ماتت ماموتای منقرض شده است. واسه هر تیکه از اعضای صورتت راحت میتونی یه پیج جدا بزنی. هر مادر مرده‌ای با تو سر یه سفره بشینه غذا گلوش پایین نمیره. مطمئن باش نقش اول فصل جدید جنگیر خودتی. اپیشونی تا زیر گلو تو آسفالت کردی، ابروهاتو به تراشیم، یکیش بهمون شارژ اعتباری ایرانسل جایزه میده و یکیش همراه اول. کرم روده، من جات باشم میرم از اون بی پدری که این بلا رو سر ریخت و قیافم آورده شکایت جدی میکنم. فقط موندم مغزتون از کلتون در میاریم، میایم میسین جلو دوربین اینجوری با اعتماد به نفس واسه ما گوخوری میکنی. پوفیوز، فشاری که رو تک تک اعضای صورت تو هست اندازه فشاری که رو روده یه آدم یوبس وارد میشه. خدا شاهده هر بانکی درخواست وام منو قبول کنه از فردا میفتم دنبالش، یه وام تعمیرات و ژاله واسه اون ریخت ایکبریت میگیرم بدون ضامن، خودم هم قسطاشو میدم. تو فقط برو این ریختتو برگردون به تنظیمات کارخونه، دیگر نه یه جلو دوربین وایسه واسه ما گوخوری کن، کری بخون پشت سر پسرای ایرانی زرزر کن. باد کنه کلیومی انگل.